رأی از مردم میگیریم، میریم تو مجلس کار خودمون میکنیم. دیگه پیدامون نیست، دیگه تو مردم نیستیم. بعد فکر میکنیم که حالا که ما رفتیم تو مجلس بالاتر از مردم هستیم. آقا نه، بالاتر نیستی، تازه شده نوکر مردم. نماینده اگر نماینده باشه نوکر مردمه، باید نوکری مردم را بکنه و این استحقاق وجود داره. وقت فکری من در واقع واکنشی بود به یک روش به زعم ما ناسباب. ما میخواستیم نقش مردم را بیشتر کنیم، در کنار مردم بیشتر باشیم، انتخاب را به خود مردم بسپاریم. این که چند نفر تعیین کننده نباشن. ما یک نفی داشتیم، حالا بهش گفتیم نفی پدرخواندگی. بعضیا فکر میکردن همه جا باید اونها نظر بدن و اونها انتخاب کنن. ما اینو نمیخواستیم، چون مردم اینو نمیخواستن. چرا نمیخواستن؟ همین سردی که هست. مردم اومدن 30 نفرم را انتخاب کردن، مجلس 10 یه جور شد، مجلس 11 یه جور شد. خروجی برای مردم نداشت. یعنی حرف مردم شد خب پس ما کجاییم؟ رأی ما چی شد؟ سهمیه بندی 2 تا از این باشه، 2 نفر از اون باشه، 2 نفر از اون باشه، 3 نفر از اون باشه، 4 تا از من باشه. ما در مقابل این میخواستیم بایستیم و الا ائتلاف نیروهای انقلاب بود، شانا بودش. در جریان اصولگرایی یه ائتلاف وجود داشت، اما باید از این عبور میکردیم. این روش غلطی بود. ما برای که از این روش غلط عبور کنیم اومدیم با همه مجموعه هایی که نسبت به این روش معترض بودن، نسبت به این نگاه معترض بودن صحبت کردیم، جمع شدیم دوره هم. بیش از 20 حزب و جریان سیاسی و تشکیلات اومدیم امنا را شکل دادیم. یعنی ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی. خب وقتی که شکل گرفت مجبور شد لیست بده. چگونه باید لیست بده؟ اعلام کرد آقا هر کس نامزد هست و میخواد با این نگاه ورود پیدا کنه به انتخابات تشریف بیاره. ما بیش از 1000 نفر را مصاحبه کردیم. از این 1000 نفر رسیدیم به 300 نفر. مجددا مصاحبه کردیم شاخصهایی را که مبتنی بر فرمایشات حضرت آقا بود و منطبق بر قانون بود. اینها را استخراج کردیم، افراد را با این شاخصها سنجیدیم، رسیدیم به عدد 100. از این 100 مجددا مصاحبه کردیم، بررسی کردیم، به 60 رسیدیم و از این 60 نفر دیگه اومدیم سراغ این که حالا کدوم از اینها بهتر میتونن برن تو مجلس. همه اینا توانمندی دارن قطعا. حتی بیرون از اون 100 نفر، بیرون از این 1000 نفر هم افرادی هستن که توانمندی های خوبی دارن. ما کشفشون نکردیم. اصلا ما سرلیست که نداریم، اسمش هم گذاشتیم سرلیست مردم. وقتی ما یه سرلیست بگذاریم، یک نفر سرلیست بشه میگه شما رو من کشیدم، فردا هم خواسته ای داره دیگه، به من رأی بدید، برای من کار کنید. ولی ما سرلیست نداره. همه سرلیست هستن، همشون یکسان هستن، همشون از مردم رأی میگیرن، همشون توی مجلس اگر رفتن انشالله کار مشخصی رو باید انجام بدن و تعهد ازشون گرفتیم. فراموش نکنید دارید میرید مجلس، با رأی مردم دارید میرید. ما بین شما و مردم نشستیم، مردم به ما اعتماد کردن، ما داریم مشاوره میدیم. اگر مردم به این مشاوره ما پاسخ مثبت دادن، فردا هم از ما خواسته دارن. لذا ما دنبال شما میدویم، پشت سر شما میایم، کمکتون میکنیم، اما مطالبات مردم را هم از شما میخوایم.